الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى صحابته الأوفياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الوفاء. دوستان نهایت گرامی، بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قسمت گذشته برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی خدمت شما دوستان عزیز احادیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم را بیان کردم که بیان کننده این بود که اصل در ماهیت آب پاکی است و اینکه آب چه وقت به ناپاکی مبدل میشه و چه وقت نجس میشه و آب قلیل یا آب کم چه وقت بر سر از آب حکم آب کم اطلاق میشه و چه وقت بر بالای آب حکم آب زیاد اطلاق میشه. این حدیث را با احکامی که از او استنباط میشد در درس گذشته خدمت شما عرض نمودم و در این قسمتی از برنامه خدمت شما دوستان عزیز مجموعه از احادیث احکام را بیان میکنم که در برگرفته احکامی این است که هر مرد میتواند که با آب پسمانده زن خود غسل کنه یا وضو بکنه و همچنین عکسی از او هر زنی میتواند که با آب پسمانده مرد خود غسل یا وضو بکنه یا هر دو مرد زن میتونن که از داخل یک کاسه بزرگی که داخل از آب بوده باشه یا صحنی که داخل از آب بوده باشه از او میتونن که هر دو غسل یا وضو بکنن. و بعد از او احادیثی را خدمت شما تقدیم میکنم در مورد از اینکه آبی که در آن سگ دهان خود را انداخته باشه یا سگ از او نوشیده باشه حکمی از او آب چیست و همچنین آبی که از او پشک زبان زده باشه یا اینکه از او آب پشک نوشیده باشه حکمی از او آب چی است. در مورد موضوع اول و هو اینکه انسان میتواند که هر مرد با زن خود از یک تشت بزرگ یا از یک کاسه بزرگی که داخلی از او آب بوده باشه هر دو میتونن که از یک کاسه با همدیگر غسل کنند و همچنین میتونن که با همدیگر وضو کنند. در این مورد ابن عباس رضی الله عنهما حدیث روایت میکنه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که کان النبی صلی الله علیه و سلم یغتسل بفضل میمونة رضی الله عنها. راوی این حدیث عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب بن هاشمی قریشی هاشمی است، ابن عموی نبی صلی الله علیه و سلم پسر کاکای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ایشان 3 سال قبل از هجرت در مکه مکرمه به دنیا آمدند و بعد از اینکه به سن رشد رسیدند از پیغمبر صلی الله علیه و سلم علم زیادی آموختند. در مجال فقه، در مجال تفسیر امام بودند و این همه به برکت دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که ابن ابی شیبه روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ایشان دعا کردند و فرمودند که اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل. ای بار خدایا عبدالله ابن عباس را فقه در دین، دانش در دین بیاموزان و او را فقیه در دین بگردان و برای آن تأویل و تفسیر قرآن کریم را بیاموزان. و این به برکت دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایشان امام در فقه و تفسیر بودند که آنها را به حبر الامه یا بحر الامه ملقب میکنن علما. این شخصیت بزرگوار صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم این علم را نشر دادن، به مکه رفتن، به طائف رفتن، به کوفه رفتن و در این شهرها سکونت گزین شدن و علمی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آموخته بودند علم را برای مردم رساندند تا اینکه در سال 68 هجرت در شهر طائف به لقاء الله پیوستند
و این دنیای فانی را الوداع گفتند که فعلا قبرشان هم در شهر طائف است، در موقعی که قبرستان است در پهلوی مسجدی که بنای مسجد عبدالله ابن عباس نامگذاری شده، در پهلوی از قبرستان است، در اونجا قبر این شخصیت بزرگوار هم موجود است. عبدالله ابن عباس روایت میکند که ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یغتسل بفضل میمونة. حضرت ام المؤمنین میمونه بنت الحارث یکی از ازواج مطهرات بود بنای میمونه بنت الحارث. حضرت عبدالله ابن عباس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم با میمونه بن حارث از آب باقی مانده آنها غسل میکردن. یعنی میمونه بنت حارث و هنگامی که از تشتی که داخل از آب بود یا از لگنی بزرگی داخل از آب بود از او غسل میکردن، از آب باقی مانده از او پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم غسل میکردن. این حدیث را امام مسلم روایت میکنه و همچنین امام احمد هم روایت میکنه و در صحیح مسلم روایت دیگری آمده که مشابه به این روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابن عباس رضی الله عنه میفرماید ان النبی صلی الله علیه و سلم و میمونه کانا یغتسلان من اناء واحد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم و حضرت میمونه بنت حارث ام المؤمنین هر دو از یک اناء واحد، از یک ظرف واحد، از یک کاسه واحد، از تشت واحد، از یکی هر دو غسل میکردن. یعنی تشت موجود بود یا لگنی موجود بود که داخلی از او آب بود، هر یکی از او آب میگرفت بر بالای خود میانداخت و از غسل جنابت را انجام میدادن. و همچنین در اصحاب سنن ابن ماجه، سنن ابو داود و سنن ترمذی و سنن ابن ماجه روایت میکنه از ابن عباس رضی الله عنه که ایشان فرمودند اغتسل بعض ازواج النبي صلی الله علیه و سلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. که پیغمبر حضرت ابن عباس رضی الله عنه میفرمایند که یکی از ازواج مطهرات از داخلی لگنی که داخلی از او آب بود غسل کردن، از او لگن آب گرفتن غسل کردن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواست که از همین لگن ایشان هم غسل کنند و در بعضی روایت میگه که فجاء لیتوضا منها. پیغمبر صلی الله علیه و خواست که از آبی که داخل این لگن است پیغمبر صلی الله علیه و هم از این آب وضو کنند. و ام المؤمنین متوجه شدن به این فکر شدن که من چون از این آب غسل کردم این آب شاید ناپاک شده باشه. پیغمبر صلی الله علیه و متوجه کردن گفتن که یا رسول الله انی کنت جنوبا، ای پیغمبر خدا من جنوب بودم، من در حالتی از لگن یا از تشت آب گرفتم که من جنوب بودم. و پیغمبر صلی الله علیه و در جواب فرمودن ان الماء لا یجنب، آب جنوب نمیشه. اینکه شما جنوب بدین از این آب غسل کردین این به این معنی نیست که آب هم جنوب شه یا این آب هم ناپاک شده، بلکه این آب به اصل ماهیت خود باقی است و او پاکی است و پیغمبر صلی الله علیه و هم از این آب غسل کردن. گفتم که این حدیث را روایت دوم را هم اصحاب سنن روایت کردن و امام ترمذی از جمله کسایی است که بالای حدیث حکم میکنه وقتی که حدیث روایت میکنه یا حدیث میگه حدیث صحیح، با صحت این حدیث حکم میکنه و همچنین ابن خزیمه در صحیح خود این حدیث را آورده با صحت این حدیث حکم میکنن. پس بینندگان عزیز احکامی که ما از این حدیث شریف استنباط میکنیم، احکام فقهی که ما از این حدیث شریف استنباط میکنیم این است که میتواند که مرد از آب باقی مانده که زن خود غسل کنه، زنش اگر از تشتی غسل کرده باشه آبی که باقی مانده میتواند مرد هم از او غسل کنه و همچنان عکسی از او اگر مرد غسل کرده باشه میتواند که از آب باقی مانده از او زن هم غسل کنه. و یا اینکه هر دو میتونن که از یک تشت غسل کنن، یکی از یک جهتی تشت بر بالای خود آب بندازه، دیگرش از جهتی دیگه تشت بالای خود آب بندازه و از او تشت از آبی که در داخل از او تشت هست غسل کنن. ولكن در بعضی از روایات ابو داود و نسائی روایت میکنه که خلاف این حدیث است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم النبی صلی الله علیه و سلم نهى ان یغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این معنی کردن که مرد از آب باقی مانده زن خود غسل کنه و یا اینکه زن از آب باقی مانده مرد خود غسل کنه، لیکن باید چی کنن؟ وليغترف جميعا، باید هر دویشون از یک تشت آب بگیرن لیکن از آب باقی مانده شون غسل نکنن. این حدیث در ظاهر مخالف با حدیثی است که ما تلاوت کردیم، ما خواندیم
لیکن علما داموبین این ده حدیث به شکل جمع کردن که گفتن که این حدیث دومی برای تنزیه هست، یعنی از باب تنزیه خوب است که انسان باید آب مستقلی بگیره، لیکن حدیث اولی برای جواز است، لیکن جواز داره که مرد از آب باقی مانده زن غسل کنه و زن از آب باقی مانده مرد غسل کنه. و همچنین جمع دیگر هم کردن که این حدیث دومی برای آن است که وقتی که از جسم مرد از جسم زن آبی که میریزه از او آب باید جانب مقابل غسل نکنه، یعنی وقتی که مرد جان خود میشویه از جسمی از او آبی که میریزه باید از او آب زن غسل نکنه و همچنان زن وقتی که جان خود میشویه غسل جنابت را میکنه از آبی که از جسمی از او میریزه باید از او مرد غسل نکنه. اما در صورتی که یک تشت موجود است داخل از او آب است و از او آب یک قسمتش مرد غسل میکنه و یک قسمتی باقی مانده از او را زن غسل میکنه، این هیچ اشکال و ایبایی نیست. و این آنچه بود که متعلق به غسل بود. اما در مورد وضو هم علما میگن که همین نظر است که میتونه که مرد با آب باقی مانده زن خود یا زن وضو بکنه و همچنین زن میتونه که با آب باقی مانده مرد وضو بکنه و این رأی اکثر علما و دانشمندان و فقهای اسلام است. و همچنین در مورد اینکه هر دو میتونن از یک جای غسل بکنن، از یک تشت یا از یک آبی که در داخل یک کاسه بزرگی موجود است هر دو میتونن غسل بکنن و هر دو میتونن وضو بکنن. احادیث زیاد است، حدیث متفق علیه است، در صحیح بخاری در صحیح مسلم از ام سلمه روایت شده است که ایشان فرمودند كنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء واحد من الجنابه. ما و پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هر دو از داخل یک تشت از داخل یک اینا آب گرفته غسل جنابت را انجام میدادیم. و همچنین از حضرت عایشه رضی الله عنها به این مفهوم به این معنا حدیث روایت است که پیغمبر ایشان فرمودند که ما با پیغمبر خدا از داخل یک تشت آب گرفته و غسل میکردیم. و همچنین از عبدالله ابن عمر روایت است که ما مردها و زنها در عهد پیغمبر خدا از یک جای وضو میکردیم، یعنی مرد با زن از یک آب وضو میکردن و یک کدام اشکال و مانع نبود. یعنی وقتی که مرد با زن خود از داخل یک آبی که داخل یک تشت است یا داخل یک سطل است وضو میکنن یا غسل میکنن هیچ اشکال شرعی نداره. و اما آنچه که وارث از نهی او به خاطر تنزیه یا به خاطر از که آبی که از جسم مرد بیرون میافته بعد از غسل کردن باید او دوباره استخدام نشود و همچنین آبی که از جسم زن بعد از غسل کردن میافته باید او را گرفته دوباره استخدام نشود. دوستان عزیز، حدیث بعدی که خدمت شما میخوام تقدیم کنم حدیث است در مورد حدیث به نام حدیث ولوغ الکلب مشهور است، در مورد اینکه سگ وقتی که داخل آب دهان میزنه زبان میزنه از آب مینوشه او آب چی حکم داره. در این مورد حضرت ابو هریره روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند طهور اناء احدکم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. راوی این حدیث حضرت ابو هریره رضی الله عنه است که قبلا در قسمت های گذشته برنامه در مورد بیوگرافی و ترجمه از او گفتم که نامشون عبدالرحمن ابن صخر بود و از جمله کسایی بود که بیشترین حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کردند که روایتشان تقریبا به 5374 حدیث میرسه و این با برکت دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود هر کی که ردای خود را چادر خود را برای ما پهن میکنه و ما برای او دعا میکنم دوباره او چادر خود را از سینه خود میگیره و با ما ملازمت میکنه و خدا ما برای او دعا میکنم که هیچ وقت احادیثی که از ما میشنوه فراموش نمیکنه. همین بود که حضرت ابو هریره چادر خود را پهن کرد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا کرد دوباره چادر خود را از سینه خود مالید و با برکت دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم او قوت حفظ پیدا کرد. هر چیزی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشنوید هیچ وقت از یادش نمیرفت و در مدت کوتاهی که مدت 4 سال کم و بیش که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک جای بود احادیث زیاده پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کرد و علم زیادی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به مردم رسانید. این صحابه بزرگوار روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند طهور اناء احدکم، پاکی ظرف یا کاسه
یا هر چیزی که داخلی از او آب است، داخلی از او چیزی گذاشته شده، وقتی که دو اذا ولغ فیه الکلب، وقتی که دو سگ دهان میزنه، سگ زبانک میزنه، چی قسم پاک میشه؟ ان یغسله 7 مرات، باید او را 7 بار بشوید. اولاهن بالتراب، و اولین این 7 بار باید به خاک بوده باشه. و ولغ به معنای است که سگ دهان خود را داخل آب بکنه و از او بنوشه، یا اینکه سگ زبان خود را داخل آب کرده، زبان خود را داخل آب شور بدهد و اگر چه ننوشد دیگه زبان خود داخل آب به حرکت بندازد، این را ولغه گفته میشه. وقتی که این حرکت را یک سگ انجام میده داخل یک ظرفی که داخل از آب است یا یکی از مایعات است، عصیر، هر مایعی که بوده باشه، هر چیزی سائلی که بوده باشه داخل از او، یا طعام است که سگ دهان میندازه، باید او نجس میشه. پاکی از او چه وقت است؟ پاکی از او در وقت پاک میشه که او را باید 7 بار انسان بشویه و بار اول را باید به خاک بشویه و 6 بار دیگر را با آب خالی. این حدیث را هم امام مسلم روایت میکنه و هم امام نسائی، و در بعضی روایت های امام مسلم میگه که فلیریقه، باید اون چیزی که داخل اون ظرف است، داخل اون کاسه است، او را باید بندازه. بعضی که او را بندازه باز بعد از او 7 بار او کاسه را بشویه. دوستان عزیز، یک میانه برنامه کوتاه میبینیم، باز بعد از او خدمت شما هستیم با احکام مهم و گرانبهایی که از این حدیث شریف علما استنباط کردن. خدمت شما هستیم، ان شاء الله با ما باشید. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى، وأقفو طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا، ففيه السعادة فيه الهناء. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: اهل قرآن اهل الله و بندگان خاص او هستند. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى، وأقفو طريقا به الصالحون مضوا للرشاد. بسم الله الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز، حدیث ابو هریره رضی الله عنه را خدمت شما تقدیم کردم که طهور اناء احدکم اذا ولغ فیه الکلب ان یغسله 7 مرات اولاهن بالتراب، با ترجمهش و با تخریج حدیث و با ترجمه راوی. الان احکامی که از این حدیث استنباط میشه، علمای اسلام از این حدیث شریف احکام زیادی استنباط کردن. حکم اول امیست که دهان سگ و لعاب سگ ناپاک و نجس است، چون پیغمبر صلی الله علیه و آله در این حدیث میفرماید که طهور، پاکی، یعنی پاکی به این معنی که وقتی که یک نجاستی موجود است بعد از او را میخوای پاک کنی. این به این معنی است که وقتی که سگ در ظرف یا در کاسه زبان میزنه و لعابش داخل از اون میندازه، او کاسه ناپاک میشه و لعاب و دهان سگ بالاتفاق به اجماع علما ناپاک و نجس است. و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و آله در این حدیث امر میکنه که فلیریقه، باید او را بندازه، به این معنی که او چیزی که داخل از او کاسه است و ناپاک شده باید او طرف انداخته شود. و همچنین امر میکنه که باید او را 7 بار شسته شود، به این معنی که دهان سگ و لعاب از او ناپاک و نجس است و این علما به این حکم اتفاق دارن. اما در موردی از که آیا دیگر اعضای جسم سگ ناجس است یا نیست، یعنی مثلا پای سگ، اگر سگ پای خود را داخل آب بگذاره، اگر دست خود را داخل آب بگذاره، اگر کله خود را داخل آب بگذاره، دیگر اعضای جسم سگ ناپاک است یا نیست، در این مورد علما اختلاف نظر دارند. جمهور علما به این نظر هستند که همچنانه که دهان سگ و لعاب سگ ناپاک است، دیگه اعضای جسم سگ هم به این قیاس میشه و دیگه اعضای جسم سگ هم ناپاک است. اگر سگ دست خود را داخل آب بگذاره یا که پای خود را داخل آب بگذاره و یا اینکه کله خود را یا یکی از اعضای خود را داخل آب بگذاره، و آب هم نجس میشه، همچنانه که وقتی که دهان خود را داخل آب گذاشت نجس میشه.
لیکن بعضی علما اهل الظاهر و روایت از امام مالک است که به ظاهر این حدیث استدلال کردن، گفتن که ظاهر حدیث تنها در مورد دهان سگ است که او و لعاب سگ است، که دهان سگ و لعاب سگ نجس است، اما دیگه اعضای سگ میگن که نجس نیست. لیکن قول مشهور و قوی و جمهور علما هم است که سگ یک حیوان نجس است، همچنان که لعابش نجس است، همچنان که دهان نجس است، دیگه اعضای سگ هم نجس است. وقتی که سگ داخل آب زبان میزنه، وقتی که پای خود را میگذاره، وقتی که دست خود را میگذاره، وقتی که کله خود را میگذاره، وقتی که یکی از اعضای خود را میگذاره، او چیز نجس میشه، باید او طرف انداخته شود و اون ظرف و اون کاسه‌ای که است باید 7 بار شسته شود که یک باری از او و باری اولی از او به خاک بوده باشد. و حکم سومی که از این حدیث ما استنباط میکنیم این است که باید کاسه‌ای که در سگ دهان میزنه 7 بار شسته شود، 7 بار شسته شود و این رأی جمهور علماست. و بعضی از علما و علمای احناف رحمهم الله میگویند که 7 بار شستن واجب نیست، بلکه وجوب در 3 بار کفایت میکنه، اما 7 بار شستن این مستحب است. اگر 3 بار شسته شود خوب بس میکنه، لیکن اگر 7 بار شسته شود این مستحب و خوب است. چون حدیث امام دارقطنی از ابو هریره از میراوی حدیث روایت میکنه که ایشان فتوا دادن که باید کاسه‌ای که دو سگ دهان میزنه 3 بار شسته شود. و لیکن جمهور علما میگن که این فتوای امام حضرت ابو هریره مخالف با حدیث مرفوع است، لذا ما استدلال به حدیث مرفوع میکنیم و همچنین مخالف با روایت دیگه است که از خود ابو هریره روایت شده که آنها به 7 بار هم فتوا دادن. لذا باید 7 بار شسته شود و شستن 7 بار واجب است که اولش به خاک بوده باشد. و در بعضی روایت ها آمده تخییر آمده، اختیار آمده فلیغسلها 3 او 5 او 7، لیکن علما این روایت را ضعیف میگن. روایتی که در صحیح مسلم است و با سند صحیح ثابت شده امیست که باید 7 بار شسته شود و بار اولش هم به خاک بوده باشه. پس حکم پنجمی که ما از این حکم چهارمی که از این حدیث استنباط میکنیم او این است که باید بار اولی از شستن به خاک بوده باشه، 7 بار بشه بار اولش به خاک بوده باشه. و این هم در بعضی روایت ها اولاهن و آخراهن میآید که اول و آخرش باید بوده باشه، و در بعضی روایت ها میگه که هفتمش باید به خاک بوده باشه، و در بعضی روایت ها خاک را 8م حساب میکنه، 7 بار شسته شد باید 8م بار به خاک بوده باشه. لیکن روایت صحیح و با سند صحیح که در صحیح مسلم وارد است همیست که باید بار اولش به خاک بوده باشه و 7 بار دیگه به آب عادی. اما در مورد از که آیا اگر انسان به جای خاک صابون را استعمال کنه، صابون یا پودر یا وسایل تنظیف دیگر را استعمال کنه، آیا کفایت میکنه یا نمیکنه؟ علما، اکثر علما و جمهور علما رایشان به میست که کفایت نمیکنه. اگر به جای خاک صابون استعمال شود یا پودر استعمال شود یا وسایل تنظیفی دیگر استعمال شود کفایت نمیکنه، باید به خاک بوده باشه. چون اولا این امر تعبدی است. پیغمبر صلی الله علیه و آله گفته که اولاهن بالتراب، اولش باید به خاک بوده باشه. در عصر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسایل دیگری هم موجود بوده قبیل صابون یا چیزایی که شبیه از اوست، لیکن پیغمبر صلی الله علیه و آله به خاک امر کرده، چون این امر تعبدی است، باید به خاک شسته شود. و امر دوم این که علما بعد از گذشتن 14 قرن علما و اطباء این را ثابت کردند که میکروبی که داخل لعاب و داخل دهان سگ است او را هیچ چیزی نمیکشه، از بین نمیبره جز خاک. داخل دهان سگ یا داخل لعاب سگ میکروب های موجود است، خیلی ویروساتی موجود است که خیلی دقیق و خیلی خرد ریزه که جز خاک هیچ ماده دیگری او را از بین نمیبره. لذا این یک اعجاز علمی پیغمبر صلی الله علیه و آله ثابت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله 14 قرن پیش ایرا گفتن که باید نجاست سگ با آب شسته شود، با خاک شسته شود. لذا باید به خاطر از اینکه اون میکروب هایی که داخل دهان از اوست او را هیچ چیزی غیر از خاک دور نمیکنه. و همچنین علمای اطباء دانشمندان میگن که در داخل روده های سگ موادی موجود است
یا ویروسات و میکروب های موجود است به نام کرم های موجود است به نام کرم المیکوره. المیکوره که این کرم تاثیراتی از او با امرای مواد غایطه سگ بیرون میشه و سگ وقتی که مواد غایطه خود را بیرون میکنه با دهان خود مقعد خود را پاک میکنه. وقتی که با دهان خود مقعد خود را پاک میکنه میکروب هایی که از این کرم بیرون میشه از مقعدش بدن از انتقال مییابه و وقتی که دهان خود را در هر کاسه‌ای که میگذاره او کاسه پر از این میکروب ها میشه و این میکروب ها را جز از خاک هیچ چیز دیگه نمیکشه. لذا باید وقتی که کاسه با خاطر دهان زدن سگ به ناپاکی و نجاست میرسه باید ما او را 7 بار بشیم. بار اولش به خاک بوده باشه. این بود آنچه که متعلق به حدیث ولوغ الکلب است. حدیثی که به نام حدیث ولوغ الکلب مشهور است. حدیثی که ابوهریره روایت کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر سگی که داخل کاسه دهان میزنه باید 7 بار شسته شود. حدیث بعدی که علما در باب احکام آبها ذکر کردن حدیث حیره یا پشک است و طهارت پشک و اینکه پشک حیوانی نجس نیست بلکه حیوانی پاک است. حضرت ابو قتاده رضی الله عنه روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مورد پشک فرمودند انها لیس بنجس انما هي من الطوافین علیکم. حضرت ابو قتاده راوی این حدیث است که نامشان حارث بن ربعی الانصاری است که از قبیله انصار بودند، از اهل مدینه بودند و نامشان حارث بن ربعی بود و به نام فارس رسول الله صلی الله علیه و سلم مشهور بودند و ایشان در غزوه بدر شرکت نکردند و اولین غزوه‌ای که شرکت کردند غزوه احد بود و بعد از او در دیگر غزواتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام دادند ایشان شریک بودند و تا سال 54 هجری زنده بودند و در سال 54 هجری در مدینه منوره وفات کردند و در بعض روایت‌ها میگه که ایشان با حضرت علی بن ابی طالب به کوفه رفتند و جنگ‌هایی که حضرت علی بن ابی طالب امیرالمومنین داشتند با ایشان شریک بودند و در کوفه در عهد امیرالمومنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه وفات نمودند. این صحابی بزرگوار روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مورد پشک فرمودند انها لیس بنجس و سبب این حدیث این بود که ابو قتاده رضی الله عنه میخواست از ظرفی که از کاسه‌ای که داخل از او آب بود وضو بکنه. پشکی را دید که محتاج آب است، کاسه را برایش پایان کرد و از او کاسه پشک آب نوشید. بعد از او حضرت ابو قتاده از زمین آب گرفت وضو کرد و خواهرش بسیار با تعجب طرفش نگاه کرد گفت که تو چطور از آب وضو میکنی که از او پشک دهان زده. لذا حضرت ابو قتاده فرمود که ما از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند انها لیس بنجس پشک حیوان نجس نیست انما هي من الطوافین علیکم. این پشک از جمله حیوانات است که بر شما همیشه داخل و بیرون میشوند. یعنی طواف اصلا خادمی را گفته میشه که همیشه در خدمت انسان است، داخل خانه داخل میشه و بیرون میشه. همچنان که در آیت قرآن کریم است که الله تعالی میفرماید در مورد خادم ها الذين طوافون علیکم بعضکم من بعض که خادم ها از جمله کسای طواف نامیده شده، یعنی کسی که زیاد داخل خانه داخل خانه ممالک خود داخل و بیرون میشه. و پشک هم به این تشبیه داده شده که زیاد در داخل خانه شما داخل و بیرون میشه، شما از این خلاصی ندارین. لذا این پشک حیوان نجس نیست بلکه حیوانی پاک است. وقتی که در آب دهان میزنه و آب نجاست را نمیگیره و او آب پاک میشه. پس ما احکامی که از این حدیث استنباط میکنیم است که پشک حیوانی نجس نیست بلکه حیوانی پاک است و وقتی که در آب دهان میزنه از آب مینوشه و آب نجس نمیشه و آب ناپاک نمیشه و این رأی جمهور علما است بخلاف علمای احناف رحمهم الله که آنها میگن که پشک هم وقتی که در آب دهان میزنه آب را نمیگن حرام میشه لیکن میگن که مکروه میشه. چون در حدیث آمده که حدیثی که دارقطنی و حاکم و بهقی روایت میکنه و امام احمد همچنان روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مورد پشک فرمودند الهره سبع هره پشک یعنی از جمله حیوانات درنده است و جمهور علما از این حدیث جواب میگن که بودن پشک من حیث حیوان درنده به این دلالت نمیکنه که ناپاک بوده باشه. هر حیوان درنده ناپاک نیست و این حدیثی که
یه حدیث که ما قبلا براتون تلاوت کردیم، یه حدیث را هم امام مسلم روایت میکنه، حدیث صحیح است و دلالت به این میکنه که پشک حیوان ناپاک نیست. و علما این را هم ثابت کردن که پشک چرا ناپاک نیست؟ خاطر که همیشه جسم خود را پاک نگاه میکنه، همیشه مواظب جسم خود میباشه و همچنین داخل جلدی از او خلایای موجود است که مقاومت جراثیم را داره، جراثیم را بر خود نمیگیره. و همچنین بالای زبان پشک مواد موجود است که همیشه مواد پاک کننده است، موادی است که جرثومه را از خود دور میکنه و هر چیزی که به اصطلاح بلیسه او چیز پاک میشه. و همچنین طریقه و اسلوبی که پشک آب مینوشه است که وقتی که میخواد که از ظرف آب بنوشه، آب را بالای زبان خود میگیره و نمیگذاره که آب دوباره داخل او ظرف بیفته، بلکه مو آب داخل شکم خود میندازه. یعنی به رقم سگ نیست که آب را مردار کنه، بلکه آبی که از او پشک از او مینوشه و آب پاک است، میتونه که از او آب موضوع کنیم و در طهارت و پاکی استخدام کنیم. این بود بعضی احکامی که متعلق به آب بود خدمت شما دوستان عزیز تقدیم کردم و تا دیدار آینده با شما خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.